یه گنجشکی داشت تو زمستون پرواز میکرد، انقدر هوا سرد بود بالش یخ زد و افتاد تو برفا. یه گاوی از اونجا رد میشد روش کار خرابی کرد. از گرمای فضولات اون گاوه یخ گنجشکی باز شد و شروع کرد سرمستی کردن. یه گربه از اونجا رد میشد، وقتی صدای گنجشکی رو شنید اومد از لای پهنا درش آورد و یه لقمه چپش کرد. این داستان 3 تا نکته اخلاقی داره. هر کس تو زندگی یه گندی رود انداخت الزاماً دشمنت نیست. 2. هر کس تو زندگی از گند درت آورد الزاماً دوستت نیست. و 3میش اگر زندگی بهت رو کرد به جای سرمستی کردن و هایدار کردن دهنتو بسته نگهدار. هیچ وقت خوشیاتو هوار نزن، چون همه چشم دیدن خوشیهای شما رو نداره.